سلام و عرض ادب خدمت همه رفقا، امیرحسان هستم. خیلی مخلصیم. به درخواست شما عزیزان اومدم آموزش کار با صرافی ها رو بهتون اول آموزش بدم. هرچند رفقا من عرض کردم اگر دوستانی که با بازار آشنایی دارند بیان از این سبد هایی که ما معرفی میکنیم استفاده بکنن. اما قبل از هر چیزی لطفا کانال رو سابسکرایب بکنید. ویدیو رو که دیدید یه لایک بزنید، اگه خوشتون اومد حتما زنگوله های پیج رو فعال بکنید، چون دو قسمت از معرفی سبدهای سرمایه گذاری با قابلیت رشدهای 10 برابری رو بهتون معرفی کردیم و براتون گذاشتیم که از این به بعد هم ادامه دار خواهد بود و آموزش هم زیاد براتون خواهیم گذاشت در چنل یوتیوبمون. دلیل این هم که تو چنل یوتیوب میذاریم اینه که حالا ویدیوها یه مقدار طولانی میشه، در اینستاگرام یه مقدار محدودیت ما داریم. توی این جلسه به درخواست شما عزیزان اومدیم کار با صرافی ها رو بهتون آموزش بدیم. یکی از دغدغه‌های ما، راستی اینم بهتون بگم که یه کامنت هم بذارید ترجیحاً با حروف انگلیسی باشه که یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده که بخواد ثابتون رو بپرونه. یکی از دغدغه‌هایی که ما ایرانی ها داریم اینه که متاسفانه نمیتونیم با هر صرافی یا در بازار فارکس با هر بروکری ما فعالیت بکنیم و داخلش معامله داشته باشیم. اما یک سری از صرافی ها و بروکرها هستند. اول یه واقعیتی رو همینجا داخل پرانتز خدمتتون عرض بکنم که ما بین بد و بدتر مجبوریم بده رو انتخاب بکنیم. یعنی ببینید من الان این صرافی که دارم در این قسمت بهتون معرفی میکنم و آموزش ثبت نام و کارباهاش رو براتون میذارم که اگر طولانی نشد در یک قسمت، اگر طولانی شد در دو قسمت براتون آموزشش رو میذارم. این صرافی یکی از صرافی‌هایی که رنک بالایی داره، یعنی جزء 20 تا صرافی اول دنیاست و خود من شخصا بالای 3 ساله که با یک اکانت دارم داخلش فعالیت میکنم و هیچ مشکلی هم نخوردم بدون احراز هویت و نیاز به فیلتر شکن هم نداره. اما بهتره که شما از یک فیلتر شکنی با یک آی پی ثابتی استفاده بکنید. مثلا اگر با فیلتر شکن با سرور کشور مثلا یک کشور اروپایی اومدید شروع به فعالیت کردید و ثبت نام کردید، تا انتها با سرور یک کشور همون کشوری که انتخاب کرده بودید کار بکنید. هرچند در نسخه موبایلش که اصلا من تست کردم و نیاز به VPN نداره، اما اگر روزی بخوان گیر بدن به احراز هویت اجباری، اولین کاری که میکنن میان کشورهای اونایی که از کشورهای تحریمی دارند از این صرافی‌ها و پلتفرم‌ها استفاده میکنن رو حذف میکنن. هرچند ترسی نداره، اگر قرار باشد که بخواد مثلا صرافی احراز هویت رو اجباری بکنه، میاد یه 2-3 ماهی مهلت میده که شما بتونید داراییتون رو خارج بکنید. لینک این صرافی رو هم براتون در دیسکریپشن یا همون کپشن خودمون میذارم. شما وقتی از طریق دیسکریپشن روی لینک کلیک بکنید، با لینک ما ثبت نام بکنید، در کارمزد معاملات فیوچرتون 70% تخفیف میگیرید. یعنی اگر $100 کارمزد معاملاتتون باشه، $70 رو تخفیف میگیرید و کارمزدتون $30 میشه. عدد مثاله. و در اسپات هم 0 هستش کارمزدتون و خیلی مزایای دیگری خواهید داشت که در ایونت ها خود به خود شرکت داده میشید اگر با لینک ما ثبت نام بکنید. چون ما یکی از پارتنرهای صرافی مکس هستیم که حالا از قدیم داریم باش کار میکنیم، ولی من زیاد اهل رفرال جمع کردن نبودم و نیستم. اینم اجباری نیست، اما اگر با لینک ما ثبت نام بکنید مزایای خیلی بیشتری خواهید داشت. بچه‌ها صرافی‌های زیادی وجود دارن که ما میتونیم باهاشون کار بکنیم و حتی احراز هویت بکنید با مدارک ایرانی. اما صرافی که با مدارک ایرانی شما میتونید احراز هویت بکنید، بهش مشکوک بشید. چون اگر بخواد به صورت قانونی در کل دنیا کار بکنه، نباید به ما ایرانی‌ها خدمات بده. یه چیز واقعیتیه. اما خدمت شما عرض بکنم از طریق لینکی که در دیسکریپشن براتون گذاشتم وارد وبسایتش میشید. هم نسخه موبایلش برای iOS و اندروید وجود داره، هم از طریق وبسایت میتونید کار بکنید که من خودم شخصا بیشتر با نسخه وبش کار میکنم. با گوشی فقط برای مدیریت معاملات ازش استفاده میکنم. وارد همچین صفحه میشید. یه صفحه اولشه که اگر اسکرول بکنید میبینید یه سری دیتا داره به شما میده و یه سری توضیحات در مورد صرافی داره، کامیونیتی هاشو میگه، صفحات مجازیشو میگه،
اینجا داره به شما لینک مستقیم دانلود برای حالا نسخه ویندوز برای اندروید و iOS رو بهتون میده و جالبیش اینه که صرافی مکس اپلیکیشن مختص ویندوز هم داره، اما نیاز نیست نصبش بکنید، با همین نسخه وبش اوکی. وارد همچین صفحه‌ای که شدید، توی اول صفحه یه گزینه داره به اسم ساین آپ. روی این ساین آپ کلیک میکنید. بعد از اینکه وارد قسمت ساین آپ یا همون ریجستر شدید، اینجا ازتون دو تا گزینه میخواد که هم شما با موبایلتون میتونید این کار رو بکنید و ریجستر بکنید، ثبت نام بکنید، و هم از طریق ایمیل، که پیشنهاد من اینه که با ایمیلتون انجام بدید، از طریق موبایلتون، چون شماره باز مال ما برای ایرانه استفاده نکنید. من اینجا یک ایمیلی رو وارد میکنم. بعد از اینکه ایمیل رو وارد کردید، گزینه نکست رو روش کلیک میکنید. اینجا تایید میکنید که ربات نیستید. وارد همچین صفحه‌ای میشید که اینجا ازتون یک پسورد میخواد و اگر شما با لینکی که براتون گذاشتم ثبت نام بکنید، دیگه نیازی نیست اینجا قسمت رفرال کد رو باز بکنید و اضافه بکنید. اما اگر با لینک ما ثبت نام نکردید و مستقیما وارد وبسایت شدید، اینجا کد رفرال ما هست 1 K بزرگ WRN کوچیک، فقط همین. و اینجا اگر عرض کردم با لینک ما ثبت نام بکنید، با لینکی که در دیسکریپشن گذاشتم، دیگه نیاز نیست اینجا رفرال کد رو وارد بکنید. اینجا ازتون یک پسورد میخواد، حتما حروف بزرگ، کوچیک و کاراکترها مثل سیمبل ها، مثل آندرلاین، ادساین داشته باشه و در نهایت این تیک رو میزنید و ساین آپ رو کلیک میکنید. در این قسمت یک ایمیلی براتون میاد، فقط لطفاً ایمیلی بزنید که واقعا برای خودتون باشه و پسوردی انتخاب بکنید که قوی باشه. در این قسمت یک ایمیلی براتون میاد که یک کدی ارسال شده براتون، یک کد 6 رقمی، فقط برای احراز هویت ایمیل شما میاد. لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید، چنل رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره و زنگوله ها رو هم فعال بکنید، چون که تا انتها میگم همراه من باشید، چون امنیت صرافی ها خیلی برای ما مهمه. میخوایم برسیم به قسمت امنیت صرافی که میبینم که خیلی از دوستان اصلا به قسمت سکیوریتی یا امنیت صرافی اهمیت نمیدن و این باعث میشه که اکانتشون به ملکوت بپیونده. اینجا میگه آقا شما میتونی تا $1000 بونس بگیری اگر با لینک ما ثبت نام کنید. بچه‌ها دقت کنید، اینجا ازتون KYC یا همون احراز هویت میخواد که نیاز به احراز هویت ندارید، اما اگر مدارک خارجی دارید، چون خیلی‌ها دیدم مدارک فیک میسازن که من با این کار مخالفم، با مدارک فیک ساختن و احراز هویت کردن در صرافی‌های مختلف، فرقی نمیکنه، بایننس باشه، کوکوین باشه، بینگیکس باشه، فرق نمیکنه، میکس باشه، مخالفم. چون اگر بخوان گیر بدن اصلا نگاه نمیکنن و خیلی راحت مدارک فیک رو تشخیص میدن، چون به هر حال شما اون آیدی کارت یا حالا پاسپورتی که ازش دارید استفاده میکنید که فیک هم هست، اون کد حالا ملی خودمون به اصطلاح یه جایی ثبت شده دیگه، شما نمیتونید از اون در برید. اما خب اگر مدارک واقعی دارید و خارج از ایران زندگی میکنید مشکلی نداره. حالا اینجا داره وظایف رو به شما میگه آقا رندوم ریوارد بین 5 الی $30 که شما فقط کافیه $500 ولتتون رو، صرافیتون رو شارژ بکنید. بعد از اینکه شارژ بکنید، بعد از 7 روز 5 الی $30 به صورت رندوم برای شما واریز میشه و میگه آقا تریدینگ ولوم $10,000 ولوم معاملات شما باشه، که در معاملات فیوچر $10,000 هیچی نیست. شما یه لورج 10 با اکانت با $100 سرمایه بزنید، 10 تا معامله کنید، ولوم معاملاتتون میشه $10,000 که اینجا هم $30 بهتون تعلق میگیره و بونس های مختلف دیگه، حالا نسبت به ولوم، نسبت به واریزی هایی که انجام میدید. با اولین واریزی هم به شما 30 تا $100 بونس خواهد داد. بعد از اون یه مقدار بچه‌ها اینترنت من ضعیفه ببخشید، همچین صفحه‌ای بعد از اینکه ساین اپ زدید، همچین صفحه‌ای باز شد، اینجا دارید یه سری اطلاعات رو میبینید که اول از همه توی این قسمت ما میریم فقط ثبت نام و امنیت صرافیمون رو اوکی میکنیم. جلسه بعدی رو قسمت دوم میذاریم، چون طولانی میشه ویدیو. قسمت دوم رو میذاریم برای کلن خرید و فروش در اثبات، معاملات در فیوچر و قسمت های مختلف صرافی مکس.
بعد از اینکه وارد همچین صفحه شدید، یه مژده هم بهتون بدم برای بچه‌ای که حالا زبانشون آنچنان خوب نیست، زبان فارسی هم در نسخه موبایلش داره صرافی مکس. توی این قسمت سمت راست بالا شما چند تا گزینه می‌بینید که گزینه اول میتونید این صفحه صرافیتون رو سفید یا مشکی بکنید. روی این قسمت وایسید که شبیه کره زمینه زبانتون رو میتونید انتخاب بکنید و اینجا هم حالا نوتیفیکیشن هایی که براتون میاد بهتون نشون میده. این گزینه ولت همون ولت شماست، اسست شما در صرافیه که اینجا حالا میرسیم بهش. اینجا گزینه اوردره که شما مستقیما میتونید که حالا زیاد با این کاری نداریم و اینجا یه عکس آدمک داره. ما الان بعد از اینکه کاراشو انجام دادیم، ثبت نام کردیم، وارد قسمت پروفایلمون میشیم. بعد از اینکه وارد قسمت پروفایل شدیم، بازم من یه نکته توی پرانتز عرض بکنم دوستان، اینو من ویدیو رو نذاشتم که شما رو ترغیب بکنم یا تشویق بکنم به اینکه بیاید توی بازار کار بکنید، سرمایه گذاری بکنید. خیر، اصلا همچین چیزی نیست. آموزش کار با صرافی های ایرانی رو هم در یک ویدیو در انشالله همین هفته‌ای که داره میاد، هفته معاملاتی جدید، امروز 25 فوریه یک شنبه هستش که نیمه شعبان هم هست، عیدتون هم مبارک، و 6 اسفند 1402 توی همین هفته انشالله آموزش کار با صرافی ایرانی رو هم براتون میذارم. بازم تاکید میکنم من این ویدیو رو نذاشتم مثل بقیه اساتید که شما ترغیب بشید و کار بکنید. اما صرافی مکس، چرا من صرافی مکس رو انتخاب کردم؟ چون بالای 2 ساله دارم باش کار میکنم و هیچ مشکلی تا الان باش بر نخوردم. نه کندل سازی بی خودی داره، حتی نسبت به بایننس خیلی ترتمیزتره، کندل سازی نمیکنه، شیطنت نداره، الکی استاپ و تارگت رو بگی فعال نمیکنه، همچین چیزی نیست. و از همه مهمتر این که هر توکن و کوینی که میاد در بازار، اولین صرافی که معمولا سریعترین لیست کردن رو داره صرافی مکسه. یعنی پپه اول اومد تو صرافی مکس لیست شد، زمان پپه، که حالا من پپه رو میگم چون خیلیاتون تازه واردید و شاید پپه رو میشناسید، هایپش رو. و خیلی سریع هم در قسمت اثبات خیلی تکمیله، هم در قسمت فیوچر. شما هم در اثبات هم در فیوچر، حتی در بینگیکسی که این هم ازش تعریف میکنن برید نگاه کنید، نمیتونید ببینید کوین ها و توکن های بعضی مواقع خیلی از رده اولای بازار رو هم نمیتونید داخلش ببینید. وارد قسمت پروفایل که میشید یه همچین صفحه‌ای رو داره به شما نمایش میده. اینجا داره میگه آقا شما اگر احراز هویت بکنید روزانه تا 30 بیت کوین، عذرخواهی میکنم، اگر احراز هویت نکنید در هر 24 ساعت اندازه 30 بیت کوین شما لیمیت برداشت دارید. خب 30 تا بیت کوین الان با قیمت $50,000 میشه چقدر؟ میشه تقریبا 1,500,000 $. بیشتر از این مگه میخوای برداشت کنی؟ اگر احراز هویت سطح یکش رو انجام بدی 80 بیت کوین میشه. اگر سطح دوش رو انجام بدی تا 200 تا بیت کوین هم شما میتونی برداشت بزنی از صرافی. اما بدون احراز هویت تا روزی 1,500,000 $ شما میتونی برداشت بزنی با خیال راحت. و توی قسمت پروفایل اینجا داره قسمت رفرال شما رو نشون میده که شما میتونید دعوت بکنید که حالا آنچنان چیز شاخی نیست. و ما در قسمت سمت چپ صفحه اگر نگاه کنیم چند تا گزینه داره. گزینه دومش سکیوریتی یا همون امنیته. اینجا میتونید نیک نیمتون رو ست بکنید یا یه اسمی برای خودتون بذارید، مثل اسکرین سودایی که من میذارم بغلش نوشته کریپتو اسکل، اون نیک نیم منه. اما شما برای ورود به اکانت صرافیتون نیاز به همون ایمیلتون دارین. اون یوزرنیم فقط صرفا برای اینکه روی حالا کارت سودتون بخواد بزنه. اما وقتی وارد قسمت سکیوریتی یا همون امنیت اکانتتون میشید، ببینید چقدر مهمه که اولین بار که وارد میشید اینجا 2 تا گزینه ازتون میخواد که یکیش گوگل اتنتیکیتوره که یه چیزی مثل، حالا برای دوستانی که نمیدونن عرض میکنم، یه چیزی مثل همون رمز دوم پویای خودمونه که شما زمانی که میخواید کارت به کارت بکنید یه رمزی میاد 1 دقیقه تایم داره، یه چیزی مثل اونه. شما اگر بخواید این رو فعال بکنید که پیشنهاد میکنم حتما این رو، نرم افزارش رو هم برای iOS وجود داره هم برای اندروید، انجام بدید، دانلود بکنید و خیلی ساده است. روی هم میتونید با SMS verification، یعنی برای ورود ازتون یک تاییدیه 2 مرحله‌ای میخواد، یا گوگل اتنتیکیتور رو میخواد، یا اگر فعال نکنید ایمیل ازتون میخواد، که من پیشنهادم اینه که باز هم
از طریق گوگل اتنتیکیتور تمام اکانتاتون رو. بچه‌ها این گوگل اتنتیکیتور برای اینستاگرام، تلگرام، برای صرافی‌ها، بروکرها، برای همه وجود داره. اگر همچین صفحه‌ای براتون نیومد، تو قسمت تو فاکتور اتنتیکیشن یا 2FA نشون میده، وارد بشید. اگر نخواستید فعال بکنید که پیشنهاد میکنم حتما فعال بکنید، چون ثبت نامش که کاری نداره صرافی، من بیشتر به خاطر امنیتش اومدم این ویدیو رو ساختم. روی گزینه Enable Makes Google Authenticator کلیک بکنید. بعد از کلیک کردن روی Enable Makes Google Authenticator وارد همچین صفحه‌ای میشید که اگر نرم افزار گوگل اتنتیکیتور رو دارید که من لیبلش رو هم روی صفحه براتون میذارم که ببینید و اشتباه نکنید، یه اتنتیکیتور توی iOS اپ استور یا گوگل پلی سرچ بکنید براتون میاد. اگر داشتید که هیچی، اگر نداشتید از اینجا میتونید تو قسمت اپ استور سرچ بکنید، کیو آر کدش رو براتون بیاد. تو قسمت گوگل پلی هم از طریق کیو آر کدش میتونید سرچ بکنید و دانلود بکنید. دانلود که کردید گزینه نکست رو میزنید. خب اینجا بهتون یک کی میده، یک کلیدی بهتون میده که حتما این کلید رو کپی بکنید و یک جایی بنویسید روی یک کاغذ، دقیقا مثل اون 12 کلمه‌ای که برای کیف پولاتون یادداشت میکنید. حتما تو کاغذ، تو گوشی ذخیره نکنید، تو سیستمتون ذخیره نکنید. این کلید خصوصی گوگل اتنتیکیتور به چه دردی میخوره؟ اگر خدایی نکرده گوشیتون خراب شد، گوشیتون رو دزدیدن، یا اگر خواستید گوشیتون رو عوض بکنید، بعد از اینکه این رو فعال میکنید، اگر این گوگل اتنتیکیتور رو وارد نکنید دیگه نمیتونید وارد اکانتتون بشید. پس از اهمیتش غافل نشید. من الان از دو طریق میتونم این اتنتیکیتور رو برای خودم فعال بکنم. یک، اینکه وارد اتنتیکیتور روی گوشیم بشم و اجازه بدید و از گزینه به علاوه‌ای که توی گوگل اتنتیکیتور وجود داره بزنم. از دو طریق میتونم این رو وارد بکنم. یکی این که این کلید خصوصی رو کپی بکنم و از طریق اینتر ستاپ کی این رو پیست بکنم تا وارد برنامه بشه، یا اینکه نه، از طریق اسکن کیو آر کد این کیو آر کد رو اسکن بکنم که من الان دارم انجامش میدم. و بعد از اینکه انجام شد، اسکن کردم و روی صفحه گوگل اتنتیکیتورم ظاهر شد، گزینه نکست رو بزنم. بعد از اینکه گزینه نکست رو بزنید، روی همون برنامه گوگل اتنتیکیتور یک کد 6 رقمی میبینید که نوشته مکس جیمیل یا ایمیلی هم که باهاش ثبت نام کردید. یک کد 6 رقمیه که هر یه دقیقه تغییر میکنه. شما باید اینجا برای فعال سازیش یک بار این کار رو انجام میدید. اینجا برای جیمیلتون اول یک کد میاد، گت کد رو میزنید، یک کدی برای شما ارسال میشه که 120 ثانیه وقت داره. این کد رو اینجا وارد میکنید. بعد اتنتیکیتور کدم که همونیه که توی گوگل اتنتیکیتور اضافه کردید، همون کد 6 رقمی رو هم همزمان باهاش وارد میکنید و سابمیت رو کلیک میکنید. به همین راحتی گوگل اتنتیکیتور شما فعال شد. حالا شما زمانی که بخواید از اکانتتون لاگ آوت بکنید، خارج بشید و دوباره وارد بشید، بجز اون پسوردی که برای ایمیلتون گذاشتید، رمز گوگل اتنتیکیتور هم ازتون میخواد که شما 1 دقیقه وقت دارید برای هر کد 6 رقمی که براتون در گوگل اتنتیکیتور نمایش میده. پس این شد یکی از مهمتریناش که حالا من اینو چون ویدیو طولانی نشه صبر نمی‌کنم براش و میریم سراغ مرحله بعدی. بعد از اینکه این مرحله رو انجام دادید، دوباره وارد قسمت پروفایل در قسمت سکیوریتی یا امنیتتون میشید. اینجا چند تا گزینه میبینید که الان ببینید اتنتیکیتور اگر فعال شده باشه این لول سکیوریتی یا امنیتتون یه مقداری میاد بالاتر، این میاد تا اینجا زرد میشه. امنیت صرافیاتون رو شوخی نگیرید بچه‌ها، خیلی راحت میتونن اکانتاتون رو خالی بکنن. یعنی یه شخصی ایمیل تو داشته باشه میتونه پسوردش رو در بیاره با یه هک ساده و اکانتت رو خالی بکنه. اما گوگل اتنتیکیتور و مراحلی که بهتون میگم کار رو براتون جمع میکنه. گزینه بعدی برای امنیت موبایل وریفیکیشنه که شما میتونید این رو هم از طریق شماره ایران انجام بدید، اما من پیشنهاد نمی کنم. هرچند فقط یک موبایل ساده رو اگر شما بزنید، اینجا آی آر رو بزنید. اگر خارج از ایران زندگی میکنید که خب مشکلی نداره. ببینید اینجا شماره ایران رو هم داره. یک شماره اینجا آرزم خدمت شما، شماره وارد میکنید.
اول گت کد برای ایمیل رو میزنید، یک کد 6 رقمی دوباره میاد برای شما، بعد گت کد رو میزنید، SMS هم یک کد 6 رقمی میاد و کانفرم میکنید و تمام. این هم برای شما فعال میشه و اینجا گزینه امنیتتون، لول امنیتتون میره بالاتر و گزینه‌های دیگری هم داره که آنتی پیشینگ کده که حتما این رو هم فعال بکنید که خیلی ساده است. فقط کافیه گزینه ستاپ رو بزنید، یک جیمیلی میدید، یک کد چند رقمی برای شما میاد. موقع برداشت هاتون، واریز هاتون، اینا همه میتونید ازش استفاده بکنید. اما از همه مهمتر یک پسورد، یک امنیت برای برداشت هاتونه. توی این گزینه نوشته ویدراو سیتینگ یا همون تنظیمات برداشت. گزینه فست ویدرا رو اینجا روشن بکنید. خب میگه تا چه مبلغی هر 24 ساعت میخوای برداشت بکنی برات امنیتشو ایجاد کنی. من میذارم 1500 تا و کانفرم میکنم. اینجا یک ایمیل براتون میاد، دوباره گت کد رو میزنید، ایمیل رو میزنید، گوگل اتنتیکیتورتون اگر فعال باشه اینجا کد اتنتیکیتور رو هم میزنید و تمام. این میشه از امنیت صرافیتون. قسمت ولت ها هستش. بعد از اینکه امنیت رو انجام دادید، اگر دوست داشتید اراز هویت بکنید که نیازی نداره، وارد قسمت ولت میشید. اینجا روی این گزینه بالا اگر نگاه بکنید، رو گزینه ولت که وایسید، اینجا کلیک بکنید، توی میره وارد قسمت ولتتون میشه یا همون asset صرافیتون، ولت صرافیتون. اینجا رو هم خوب دقت بکنید تا انتها همراه من باشید. تا این بیاد بالا سابسکرایب یادتون نره، زنگوله پیج رو فعال بکنید، یه لایک هم دمت گرم بنداز. من این قسمت ولت صرافیتونه که این اکانت رو با هم دیگه الان ساختیم و دارید میبینید. قسمت ولت صرافیه. خوب دقت بکنید تو این قسمت که وارد میشید چند تا گزینه این سمت چپ دارید. آورویو که داره کلیت بالانس شما رو نشون میده، اثبات و فیوچر. شما برای اینکه آقا ما صفریم دیگه، اینجا الان صفریم، ببینید قسمت اثبات صفر، فیوچر صفر، فیات صفر، کپی ترید صفر. بچه‌ها کپی ترید رو اصلا ولش کنید. این مکس هم کپی ترید داره که شما برای اینکه بخواید تو کپی ترید شرکت بکنید باید حتما اراز هویت شده باشید. در کل کپی ترید رو بکشید بیرون. کپی ترید اول برای اون پلتفرم ارائه دهنده سود 100% و دوم برای اون شخصی که شما متصل شدید بهش. کپی ترید انگار که شما گردن سرمایه‌تون رو گذاشتید زیر گیوتین. هر آن امکان داره اون جلادی که وایساده اون تنابو ول کنه و اون تیغ گیوتین بیاد گردن رو بزنه. و دیدید افرادی هم که معروفن و میشناسید در اینستاگرام میلیون دلاری پول مردم رو کال کردن که استاپ اوت کردن، هم در فارکس هم در کریپتو، که 70% اون مبلغی که اینها کال میکنن میره تو حساب خودشون، چون پیشنهادش رو بروکرها و صرافی‌ها به من دادن. دارم بهتون میگم. خب توی این قسمت ما میخوایم که واریز داشته باشیم به ولتمون. قسمت اینجا سمت راست رو نگاه کنید، دیپازیت، ویدرا، سند، ترانسفر، ترانزکشن هیستوری که این داره سابقه تراکنش. اینجا برای ترانسفر یعنی شما از ولت اثباتتون میریزید تو فیوچر یا فیوچر به اثبات. که دقت بکنید وقتی دیپازیت میکنید، واریز انجام میدید، مستقیما میاد تو ولت اثباتتون. یعنی شما اگر میخواید تو فیوچر کار کنی که در قسمت‌های بعدی آموزششو کامل براتون خواهم گذاشت توی یکی از اکانت‌های خودم، بخواید در فیوچر کار کنید، وقتی که واریز انجام میدید باید ترانسفر بکنید از این قسمت به فیوچر. حالا ما قسمت دیپازیت رو کلیک میکنیم برای اینکه میخوایم پول واریز بکنیم دیگه. رو قسمت دیپازیت یا واریز کلیک میکنیم. خب دوستان تا این بیاد بالا، من توی این قسمت کارت هایی که این بالا میذاریم و شما میتونید برید حالا اونایی که معرفی میکنیم رو ببینید، یه ویدیویی من گرفته بودم چند وقت پیش که خودم نشستم جلو دوربین داریم با هم صحبت میکنیم در مورد ربات ها و مثلا هوش مصنوعی های اوتو ترید صحبت کردم که چون خیلی طولانی بود تصمیم گرفتم 2 الی 3 قسمتش بکنم که یک قسمتش براتون آپلود شده که بازم انتهای ویدیو براتون میاد رو صفحه. برید حتما قسمت اولش رو ببینید. یه ربات تریدریه که با وین ریت 51% باعث شده که سازمان نظارتی بورس امریکا بیاد ممنوع کنه، یعنی بخشنامه ممنوعیت استفاده از ربات‌های اوتو ترید رو بده. بعد من نمیدونم چجوری با وین ریت 100% دارم به شما ربات میفروشم، اونم چی با اشتراک ماهانه 500,000. خب وقتی وارد قسمت دیپوزیت میشید اینجا میتونید واریز انجام بدید. اینجا توی 2 تا گزینه دارید شما، نوشته سلکت کریپتو.
میگه آقا چه چیزی میخوای واریز بکنی. شما اگر بخواید معامله بکنید معمولا تتر میخواید واریز کنید دیگه، که اینجا به صورت دیفالت تتر رو داره، ولی شما هر توکنی رو بخواید اینجا واریز بکنید داره. تتر رو انتخاب میکنید برای بار اول. اینجا میگه آقا نتورک یا همون شبکه، که حالا در ویدیوهای بعدی در مورد شبکه هم صحبت میکنم در صرافی ایرانی که میخوام آموزش رو بدم. یادتون باشه شما اگر بخواید مثلا تتر رو وقتی میاید اینجا شبکه رو TRC20 یا همون TRX یا همون ترون انتخاب میکنید یا اسمارت چین BEP20 انتخاب میکنید یا هر کدوم از اینا رو انتخاب میکنید، باید از مقصدتون، از مبدأتون، یعنی مثلا صرافی ایرانی یا ولتتون میخواید واریز بکنید، حتما باید شبکتون TRC20 باشه. اگر اینجا آدرس ولتی که میخواید واریز بشه بهش TRC20 باشه. حالا من TRC20 رو انتخاب میکنم چون حالا کارمزد معقولی داره و همتون میشناسید. برای بار اول خب اینجا ازتون میخواد که آدرس ولت رو جنریت بکنید یا یک آدرس ولت بسازید که فقط یک بار شما نیاز این کار رو بکنید. خب که اینجا توی این قسمت کلیک تو generate the address رو میزنید و اینجا یک اخطاری رو داره به شما میده که همین آدرس برای شما توی ایمیلتون هم خواهد آمد میکنم و کنسل رو میزنید. این الان برای شما جیمیل هم میاد. این میشه آدرس ولت تتر شما روی نتورک یا همون شبکه TRC20. حالا شما مثلا میخواید از صرافی ایرانی یا خارجی یا یک ولتی میخواید شما تتر واریز بکنید به یا همون USDT به صرافی مکس برای اینکه داخلش معامله بکنید، میایید اینجا آدرس رو کپی میکنید یا حالا میتونید از طریق این QR کد اسکن بکنید و واریز بکنید. بعد ببینید بچه‌ها اینجا داره به شما اخطار میده. حتما وقتی آدرس رو کپی میکنید و اونجایی که میخواید ازش پول واریز کنید به صرافی چک بکنید آدرس ولتتون رو. یک حرف جابجایی، یک حروف، یکی از این حروف و اعداد جابجا بشه پولتون به فنا میره و تمام. کپی میکنید و پول واریز میشه. بعد از اینکه واریز بشه میاد در قسمت اثبات شما، یعنی تو ولتتون رو که نگاه بکنید اگر از شبکه ترون استفاده بکنید نهایتاً 5 دقیقه زمان میبرد تا پول از صرافی ایرانی یا ولتتون به صرافی مکس بشینه. من همینجا داخل پرانتز باز بگم توی هیچ صرافی ایرانی، هیچ صرافی خارجی مستقیما از صرافی ایرانی پول نزنید به صرافی خارجی. یعنی این وسط یه ولت رابط داشته باشید حتما اگه میخواید تتراتون فریز نشه. یعنی یه ولت داشته باشید، مثلا تراست ولت داشته باشید، از صرافی ایرانی پول رو بزنید به تراست ولت و بعد از تراست ولت انتقال بدید به صرافی مکس، کوکوین، حتی بینگیکس، فرق نمیکنه. برای برداشت هم به همین شکل اول انتقال بدید به یک ولت رابط و از ولت انتقال بدید به صرافی. یه جایی پولتون نابود میشه ها، این از من داشته باشید. ببین کارمزد $1 $2 رو باید به جون بخری برای اینکه کل پولت نابود نشه. بعد از اینکه پول رو واریز بکنید اینجا بالانستون تو قسمت اثبات اضافه میشه. بعد اگر خواستید در فیوچر کار بکنید که اینجا گزینه ترانسفر رو میزنید و انتخاب میکنید. میگه آقا از اثبات به فیوچر، یا میتونی بالعکس چون اگر بخواید برداشت بزنید پول رو باید واریز بکنید، ترانسفر بکنید به قسمت اثبات و بعد برداشت بزنید. از اثبات به فیوچر اینجا میگه چی رو میخوایم، من میگم تتر. چقدرشو میخوایم؟ مثلا همشو، حالا که ما هیچی نداریم تو این صرافی تو این اکانتمون، و واریز میکنید و تمام ترانسفر میکنید. و این قسمت بالا رو هم بهتون بگم، ما بقیش در جلسه بعدی. این قسمت بالا یه گزینه مارکت داره که باش کاری آنچنان نداریم. بای کریپتو داره که اینجا شما از طریق کردیت کارت و دیبیت کارت، ویزا کارت، اینا میتونید خرید و فروش بکنید. اینها رو کاملا بهتون توضیح میدم که مستر کارت هم صرافی مکس خرید و فروش با مستر کارت رو هم اضافه کرده. یه گزینه داریم اثبات که این گزینه اول که نوشته اثبات برای خرید و فروش های اثباته. گزینه دوم MX زونه که شما خیلی کارا میتونید انجام بدید اگر با لینک ما ثبت نام بکنید و حالا در جلسات بعدی میگم. لانچ پد ها رو میتونید شرکت داده میشید خود به خود اگر کارهایی که میگم رو انجام بدید و با لینک ما ثبت نام بکنید. و گزینه های بعدی که کاری نداریم، این قسمت اثباته اگر میخواید در اثبات خرید و فروش بکنید از این گزینه. قسمت فیوچر هم وقتی وارد قسمت فیوچر که هات بالاش نوشته وارد بشید
اینجا چند تا گزینه میبینید که دمو هم داره، ولی دموی مکس آنچنان تکمیل نیست. تو گزینه دوم دوباره وارد بشید، 2 تا گزینه داره بچه‌ها. ما برای معاملاتمون از USDT خط تیره M پرپچوال فیوچر استفاده میکنیم. کوین M داستانش فرق میکنه که باز در جلسات بعدی کاملا آموزش صرافی رو بهتون خواهم داد. برای مثال ما میخوایم در اثبات معامله کنیم، پول رو واریز کردیم، گزینه اثبات رو وارد میشیم و این وارد صفحه معاملاتی اثبات میشه که خیلی ساده میتونید خرید و فروشتون رو انجام بدید. انشالله که پرسود باشه براتون. تا این صفحه باز اینترنت ما جون میده میاد بالا. عرض بکنم که من این ویدیو رو نذاشتم که کسی رو ترغیب بکنم اگر دانشش رو نداره وارد بازارهای مالی بشه. فقط یه سری دوستان درخواست داشتن، به درخواست اون دوستان اومدم این کار رو انجام دادم. امیدوارم براتون مفید باشه. قسمت دومش رو میریم برای کلا من یکی از اکانت های خودم رو میارم که توش داخلش سرمایه باشه، هم در اثبات خرید و فروش میکنیم، کاملا لیمیت چیه، مارکت چیه، استاپ لیمیت چیه، چجوری استاپ بذارید، از چه گزینه هایی در اثبات میتونید استفاده بکنید و همینطور معامله در فیوچر با هم معامله میکنیم و صرافی مکس رو به پایان میرسونیم. و قسمت سوم کار با صرافی ها هم صرافی ایرانی که خودم هم دارم ازش استفاده میکنم رو بهتون معرفی میکنم و آموزش 0 تا 100 رو هم بهتون خواهم داد. این هم صفحه قسمت اثبات صرافی مکس. یادتون نره زنگولای پیج رو فعال بکنید، یه لایک هم برای من بذارید، یه کامنت دمت گرم. هر سوالی هم دارید، هر ایرادی هم در بازار مالی دارید تو کامنت ها بگید، من ببخشید در حد توان و سوادم پاسخ میدم. خیلی مخلصیم. تا ویدیو بعدی، بدرود.